4 تا ذکر داریم، اینا خیلی مهمه همیشه بگید تو زندگیتون. یکیش همینه، حسبنا الله و نعم الوکیل. وقتی ترس شما رو میگیره توی کاری، فوراً بگید خدا ما رو کافی است. حسبنا الله یعنی حسبی الله هم میشه گفت. والا روی انگشتر امام حسین نوشته بود حسبی الله. حسب یعنی کفایت، خدا ما رو کفایت میکنه. خوب وکیلی هم هست. الان شما اگه پرونده دادگاه داشته باشید، یه وکیل خیلی قوی داشته باشید، خیلی نمیترسید، وارد کارش رو انجام میده. این یک ذکر، حسبنا الله و نعم. این 4 تا ذکر رو یاد بگیرید، تو قرآن 4 تاش هم تو قرآن. یکی هم وقتی میترسید کلا سرتون بره یه جایی، خواهی خونه بخری، ماشینی بخری، سری شغلی بری، ازدواج میخوای بکنی، نکنی و خدعه کنن با ما. قرآن میفرماید بگید افوض امری الی الله ان الله بالعباد. این ذکرم باعث میشه که انسان در واقع تو مکر و خدعه و اینا تلاش بکنه ها، تحقیق بکنه، اما نلرزه، دلش محکم باشه. یکی هم وقتی مثلا غم شما رو میگیره، غم غیر از ترسه، ترس یه عاملی داره، اما غم هم دادم احساس میکنه افسرده است، به هم ریخته است، عصر جمعه دلش میگیره. وقتی فرمود بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این آیه قرآن دیگه. قرآن میفرماید که حضرت یونس وقتی به شکم ماهی افتاد این ذکر رو میگفت و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. یکی هم وقتی فرمود حالا یه وقت انسان چیزی میخره، میخواد بخره، یه کاری انجام بده، میگه چش نخوریم، عرض میکنم ضربه نخوریم. این ذکر ما شاء الله لا قوة الا بالله. حالا اگه کسی اضافهش کرد و ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، اشکال نداره، ولی که تو قرآن اومده اینه ما شاء الله لا قوة الا بالله. این هم آیه قرآنه.